خب دوستای عزیز سلام. من امروز میخوام یک کیک با وانیا جور کنیم. الان وانیا رو صدا میزنم تا بیاد. وانیا. بله. وانیا تو حال من تو آشپزخانه. بیا دیگه دخترم. اومدم. سلام بچه ها، اومدیم با مامانم یک کیک خیلی خوشگل درست کنیم. با هم دیگه درستش کنیم. این هم وسایلمونه اینجا. ما اینجا تخم مرغ رو شکستیم. 6 تا تخم مرغ بوده. بله. و ما اینجا همزن برقه داریم که میخوایم با این روشنش کنیم. بریم ببینیم چی میشه. اینجا باید تو شکر کنیم که تخم مرغ شکرش مثل آرده. این همش بزنیم یکم. یکم خیلی صدا الان میاد. باید در بذاریم فکر کنم براش. نه یکم میره کج بگیر. همه جا ریختش. بذارم عمرن شه. بس. بچه ها ما الان داخل این وانیل میریزیم. بعد تمام. بعد دوباره هم میزنیم. خب بچه ما همزران رو تموم کردیم. الان منم میام تو دوربین. اول مامانم روغن رو بریزه چیزا رو. چیزی که عجیبی که الان ما داریم میخوایم با روغن آب میوه بریزیم. یعنی روغن رو وقتی ریختیم برای آب با شیر آب میوه میریزیم. به نظرم خوشمزه میشه. یک لیوان آب میوه بعدشم تمام. الان هم میزنیم خوشگل و خوب. الان چه رنگ نارنجی گرفت. بچه ما اینجا علک داریم. بعد آرد اینجا علک کنیم. آرد رو میریزیم داخل علک. آشغالش رو حتما باید بریزیم آشغالی. بچه ما دومین لیوان رو ریختیم بدون شما. الان ما میخوایم علکش کنیم. 3 لیوان باید بریزیم. اینجا 3 لیوانش هست. زیاد آشغال نداشت. از 3 لیوان حالا این از مواد ترکای خریدیم. نوشته کاپورتما سوزو برای کیک. من همش رو باید بریزم. خودم ترکی زیاد خوب بلد نیستم چون یادم رفته. همه این مثل آرده دیده نمیشه. الان ببینید این بیکینگ پودره و میریزیم. یکم سفید تر از آرده. چون ما این همه شو ریختیم قشنگ پارش میکنه. بس آرده که توش بود و خمیره که توش بود در میاره. میخواد اون موادم توی قاطی کنم. این آرد اضافه میکنیم و هم میزنیم. اینجوری کم کم اضافه میکنیم و هم میزنیم. آروم هم میزنیم که این پفایی که از تخم مرغ چه بوده خراب نشه. در رفته که پف کیکمون هم اونجوری پایین میاد اگر. آره
خیلی هیجان دارم میخوام ببینم که با آب میوه حالا درست شده چی میشه. میدونی چرا آرد و الک میکنیم وانیا؟ چرا؟ برای اینکه هوا بین آرد ایجاد بشه بیشتر پف کنه. برای شد آردش تموم شد و همه رو با هم قاطی میکنیم. بعدش هم دیگه میذاریم تو قالب. گازو میذاریم رو 250 تا گرم شه. اینجوری تا گرم شه. بعد این قالب کیکی قرار کیک درست کنیم تا وقتی گرم شه. این برمیداریم که اینجا نباشه. اینم کیکمون هنوز داره. فرو قبلش گرم 5 دقیقه قبل گرم شه. و الان بچه‌ها وقتی کیک پخته شد دوباره یک ویدیو میگیرم. خب بچه خیلی قشنگ شد. ساعتمونم که یعنی نیم ساعت یا 20 دقیقه بعد باشه تو کیکمون. یعنی الان ساعت 10 بعد تا 10:30 اینو وایستیم. دستای مامان همیشه تمیز. بله چون با بچه ها به همه جا دست میمالیم. خب این برای که روغن میزنیم که نچسبه. با یکم آرد قشنگ چربش میکنیم. یکم آرد زیاد نباشه که میچسبه به چی؟ به کفش. ما کاغذ نمیذاریم به جاش از اینا میذاریم. و این مواد خوشگل خوشمزه‌مون رو میریزیم داخلش. وقتی کیک پخته شد دوباره همدیگه رو میبینیم. الان بریم ببینیم چجوری میشه تو فرن بذاریم. چه قالبش قشنگ شد. کاش که شکلات هم بود. تیکه های شکلات مینداختیم. چون این دفعه اول داریم با آب میوه درست میکنیم. آب میوه درست میکنیم. هیچی نمیزنیم. آب پرتقال نیست، آب کل میوه هاست. این چطوری میشه؟ بریم ببینیم بزنمش تو فرن. اگه شیر شما اگه تو خونه شیر نداشتید میتونید با آب میوه درست کنید. اجازه میخوام الان از تو فرن برش داریم. نیم ساعت گذشت. نیم ساعت 150 درجه. الان بازش میکنم. خیلی خطرناکه. برو کنار کنیم من باز میکنم. من باز میکنم. بخارش خیلی خطرناکه. بیا عقب. مامانم باز میکنه. ببین چه بخار میاد. خیلی خطرناکه بخارش. از آب جوش خطرناک‌تره. خب میذاریم اینجا. بچه‌ها این کارو نمی‌کنن، مامانم میکنن. دستکشش رو میپوشه مامانم. خب بچه‌ها مامانم دستکشش رو میپوشه و درش میاره. واو کیک آب میوه حاضره. حالا من اینو پرش میدم. یامی یامی یامی. چه داغم هست. کاش که خامه هم داشتیم. آب میوه بریزیم. کیک تا یکم داغه باید پرش بدیم. بله اینه بعد به هم میچسبه. حالا وانیا باید تستش کنه ببینیم. خیلی خوشمزه است به نظرم. قیافش که خوبه. حالا من کیکایی که درست میکنیم من اصلا کیک خونگی دوست ندارم. اگه خودم هم درست کنم. ولی دیگه بریم ببینیم آب میوهش اگه درست شه با آب میوه چی میشه. واو بر بابا میدونه میبرم مزه کنه. یا سرچه دیگه اینا. آره دیگه. اوکی ست. بیا کف چیزو نشون بده ببینید که مثلا نچسبیده کف. آره سریعا چه برداشته. کف اینو نشون دادی وانیا. ببینید نچسبیده اصلا. راحت با یه اسکاچ شسته میشه. اصلا مزه آب میوه نگرفته. مزه چی گرفته؟ مزه کیک معمولیه. خوب دیگه.
می‌بینی که بدمزه نشه. خب بچه این از کیک خیلی اما خیلی خوشمزه‌مون. اگه شما هم دوست داشتین مثل ما درست کنید. خداحافظ.